دوستان، امروز اومدم ساحل باتومی. متاسفانه دیروز اینجا طوفان خیلی شدیدی اومده بود که تو این چند سال اخیر خیلی بی سابقه بوده و رستورانا و مغازه‌های اطراف ساحل رو کلا داغون کرده بود. ولی یه چیزی که خیلی برام جالب بود این همیاری و همکاری مردم بود که مشارکت می‌کردن، به کمک شهرداری اومده بودن تا ساحل زودتر بازسازی بشه و همین کمک می‌کردن تا رستورانا مرمت بشه. اگر دوست داشتید همراه من بیایید که با هم ببینیم صحنه‌هایی رو از امروز، البته بعد از دیدن این دریای زیبا.